سلام خدمت شما دوستان عزیز. در این جلسه می‌خوایم ترسیم تیرها رو انجام بدیم. ببینید روش زیاده و راحت‌ترین کار برای ترسیم تیرها اینه که تیرها رو تو خود اتوکد ترسیم کنیم و از اتوکد به ایتابس انتقال بدیم. برای این کار اول کار که می‌کنیم لایه بی لایه انتخاب می‌کنیم، اسمش به این صورت دست فعال می‌کنیم. میایم اینجا لایه جدید می‌سازیم، اسمشو می‌ذاریم یه چیزی که بعدا بشناسیم بدونیم که چی هست. مثلا لایه اسمشو دارم بیم، این لایه رو کلیک می‌کنم. این لایه بی قبلا داشتیم. خب این می‌کنم بی یک، لایه رو انتخاب می‌کنم. یه رنگ که با رنگ‌های دیگه که پروژه دارم فرق کنه انتخاب کنم. لایه رو زرد انتخاب می‌کنم، کلیک، اینو می‌بندم و راجع ترتیب تیرها بگم. این تراز اول بوده 0 این تراز ما هیچ ترتیب تیری نداره، چرا روی خود فونداسیون این قسمت و صف بعدی که اینجا باشه ما تمام تیرها رو اونجا ترسیم می‌کنیم. اینا هم این ستون‌های پروژه هستن. توی لایه قرار دارن. فایل پروژه‌مون شاید نیست تمام ستونات یک لایه قرار داشته باشه. معمولا اینجوریه که توی یک لایه از قبل میذارن. برای شروع ترسیم و لاین انتخاب میکنم و تمام آکس ستون‌ها رو به هم دیگه وصل میکنم به این صورت. و یک کاری که راحت‌تر میشه انجام بدیم اینه که این ایزوله کنیم. و ایزوله رو انتخاب میکنم، ستون انتخاب، این رو میزنم، کلن کم رنگ میشه. اشتغال تحصیل کردن، کنترل زد، ایزوله، رنگ قرمز رو انتخاب میکنم، انتخاب میکنم و الان لایه اصلی من شد همین لایه بی یکی من. و کار ترتیب شروع میکنم. ببینید کاملا کامرنگ شده همه چی. برای همین ما این کار انجام میدیم که راحت‌تر چشممون ببینه و کورسور رو ادامه بدیم. در ادامه من لایه انتخاب میکنم و ترسیم تیرها رو شروع میکنم. تمام این ستون ها رو این آکس ستون وصل میکنیم. حالا ما یه ستونی داشتیم مثلا این ستون اینجا وسطش رو نمیدونستیم کجاست. شیفت رو نگه میداریم، کلیک راست، این قسمت پنجره باز میشه. بین تو پوینت رو میزنیم، یک کلیک اینجا، یک کلیک هم این سر ستون که بکنیم قشنگ خط ما نقطهش رو وسط ستون. این صورت یه جایی دیگه من ترسیم کنم واسه شما. مثلا این ستون فرقی هم نداره، شیفت کنترل راست بین تو پوینت کدوم قسمت هر جای این ستون رو بزنید شما، این سر و این سر بزنید همین وسط رو بهمون میده. یه نقطه اول، نقطه دوم وسط ستون مشخص شد. این ستون بعدی من این انتخاب میکنم. حالا اگه خواستیم ببینید راحت‌ترین کارش اینه که من اینطور رو بزنم، دوباره بیام خطم رو از اینجا شروع کنم. اینطور دوم خط از اینجا شروع میکنم. دستوری که بود بسته شد دوباره اجرا میشه. به این صورت. به همین شکل تمام ستون ها رو هم وصل میکنم. اطراف را پله خیلی دقت کنید. الان اینجا من زوم کردم، این به این خط نرسید، اسکیپ میدم، دستور خارج بشم، ستون انتخاب کنم. واسه این چند میل اینه زیاد توجه نکنید. مهم اینه که اینا به هم یک نقطه برسن. فاصله لاین انتر
زوم بازش باشه اینتر از خط قرمز این چند ممکنه توی ایتابس همینا وارنینگ بده. حالا با درس وارنینگ کردن الان بهتون میگم چی هست و چه صورته. اون خودش باز رفع وارنینگ داستان‌هایی داره. تمام این ستون‌ها من ولی وصل می‌کنم. خب دوباره لاین انتخاب میکنم ادامه اینتر میرسونم اینتر میکنم و تمام این ستون ها رو هم وصل کنم. توی کار طراحی سازه باید خیلی حوصله داشته باشید و دقت کنید که چی میشه. الان چک کنیم چیکار کردیم. خب این تیر من از اینجا به اینجا کشوندم. کار اشتباه. بهتر که من یه تیر از این قسمت ترسیم کنم بیارم به اینجا و این تیر رو خب از اینجا میارم به این قسمت تا فاصله‌اش کمتر بشه. یعنی اینجا یه دهانه داشته باشیم، یه دهانه اینجا، یه دهانه اینجا داشته باشیم، یکی اینجا. کل این نشه یه دهانه. حالا باز اگه راه داشت و استادتون اجازه میداد شما میتونید باش صحبت کنید یه ستون اینجا اضافه کنه، یه ستون هم این قسمت اضافه کنه. ما طبق فایل معماری که من دارم میبینم و میشه توی کل این طبقات این قسمت ما چیزی نداریم، بازشویی، تراسی، نمیدونم کمودی چیزی وجود نداره و من میتونم یه ستون دیگه اضافه کنم. توی طبقات دیگه هم که شما نگاه کنید ستون ما میفته این قسمت. حالا یکم ممکنه توی پارکینگ باشه و این ستون دیگه اضافه کنید تو پارکینگ، پس اجازه نداریم اینجا ستون اضافه کنید، ولی خب میتونیم تیر رو به تیر وصل کنید و باره این قسمت رو بندازه روی این تیر تا یه حدی. ولی اینجا اگر اضافه کنیم ممکنه حالا پروژه بتون بود که اصلا نمیشد، ولی تو پروژه فولادی چون ابعاد اون ستون ما و کوچیکتره راه داره نمیشه. توی تیرها هم چون ارتفاع سقف معمولا زیاد در نظر میگیریم و زیر سقف هم معمولا میان و اون بس سقف کاذب انجام میدن، میشه این کار رو انجام داد. برای این کار لاین انتخاب میکنیم، یه تیر دیگه کمکی حالا باید ترسیم میکنم این انتخاب بشه. هم انتخاب شد، اینو میارم تا این تحت دیوارم هست، انتخاب بسته شد و یکی هم از اینجا میارم و پشت خاموش. این کج که نمیره تیر مستقیم باید هم راست دیوار میاد تا اینجا. این قسمت بعدا ما یه اسلب بهش میدیم و اسلب تعریف میکنیم. توی ایتابس توی اتوکد تعریف نمیشه. حالا بخش ساده حساب اگه میخواستم به حساب اگه میخواستم نقشه سازش بکشم میکنم انجام میدم، ولی خب چون الان نقشه کشی انجام میدم، ولی توی این که ببریم توی ایتابس رو طراحی کنیم میکنم الان انجام نمیدم. دو وقتشون هم بهتون لاین انتخاب میکنم از اینجا و این گوشه. این حالا چرا اینجا ترسیم میکنم، اینجا گفته ترازش 3 متره، یعنی
چجوری بهتون میگم، یه بیرون زدگی اینجا داره و این قسمت اینجا یه تراس داره توی واسه طبقه سومش، توی این تراس توی 6 و 20 و 9 و 40 نمیره، ولی فقط توی این قسمت هست. پس اینجا باید زیرش هم صفر صفره، هیچی نیست. پس این قسمت رو من باید براش یک سقف هم ایجاد کنم. برای همین لاین ها رو انتخاب میکنیم، یه تیر در نظر میگیریم، تیر من میاد تا این گوشه. خب اینجا که میخواد میستون مشکلی نداره. حالا از کجا فهمیدیم؟ اینجا هم تراز زده و هم که این خط رو ترسیم کرده، قشنگ معلومه که این دو قسمت رو از هم جدا کرده، این تراز هم اینجا گذاشته، به این منظر هستش. همونجور که دیدیم ما تقریبا تیریزیمون تموم شده و تیر دیگه حالا باید چک کنیم ببینیم جای دیگه اگه لازم هست تیری ترسیم کنیم. چه تیرهای نشونه این از اینجا میاد اینجا، یه لحظه ببینیم از این سر تا این سر این تیر اش خاموش چجوری میشه و وقتی اسلام رو ترسیم کنم برای میگم وجود این ستون اینجا خیلی میتونه کمک کنه. پس این تیر رو حذف کنیم و این ستون رو دیگه کنیم. خواستی ها میتونیم مثلا ستون حذف کنیم یا اضافه کنیم، ولی خب طبق شرایط بیمار و معماری بهمون اجازه بده این کار رو انجام میدیم. بنا اگر اجازه دادن کاری اینجا انجام نمیدیم. بعد از اینکه این فایل معماریمون رو به صفت تیریزمون رو انجام دادیم، حالا اگه پروژه واقعی بود باید اینو میفرستادیم برای معمار، تاییدش رو میگرفتیم ازش و میرفتیم توی سیف. برای هم چون پروژه دانشجوییه لازم به انجام همچین کارهایی نیست. همین یک سری بازشو مثلا اینجا یه بازشو داره ولی من نمیدونم چرا گذاشته توی اتاق خوابه، ولی اینجا میذاشت میگفتم حالا مال سرویس بهداشتیشه، ولی اینجا نمیدونم چرا گذاشته همچین اتاق خوابی. و این آشپزخونه حالو اینم بالکن اینجا گذاشته. و راجع به اینکه این جلسه هم به اتمام رسید و من هستم خب و هدف این نیست که جلسات یک ساعته یک نیم ساعتی بلندی داشته باشم و که محیط مخاطب رو نگاه کنه حوصله‌اش سر بره. همین جلسات کوچیکی 10 دقیقه 15 دقیقه ضبط میکنم و توی کانال قرار میدم که شما هم وقتی نگاه کنید حوصله‌تون سر نره و همینجوری که من تصمیم انجام دادم با دقت گوش کنید، تمرین کنید و هر روز هم هر شب هم ما یه ویدیو جدید توی کانالمون قرار میدیم و شما میتونید آموزش رو ببینید. هر جا هم سوالی داشتید کانال پیسازان میذارم برای شما لینکشو، برید سوالاتتون، نظر، پیشنهاد همه رو واسه من بفرستید. دمتون گرم.